سلام. از پرزیدنت آینده تاجیکستان چی می‌خواهید؟ امروز در آزادی آنلاین پاسخ‌ها به این سوال را می‌بینیم و هم در همین باره گپ می‌زنیم. ولی پیش از آن یک دو راهگذر را می‌شنویم که به همین سوال رادیو آزادی جواب دادند. تاجیکستان آباد کنه، همین چند خیلی کم بیزاد در روی همین تاجیکستان هسته، همشون به یک چشم نگاه کنه. با کار تامین نمودن اهالی یعنی جوانان پیش از همه بسیار مهم است. بعد از آن از بین بردن کورپسیا. در واقع همین ویدیو در وبسایت ما سبب شد کاربران زیادی درد دل کنند و بگویند که از پرزیدنت آینده تاجیکستان چی می‌خواهند. این جوانی که در ویدیو از ریشه‌کن کردن کورپسیا گفت، کاربر با نام ناامید در وبسایت رادیو آزادی نوشته است اولین کاری که می‌خواهد پرزیدنت به انجام برساند نابود کردن کورپسیا است. شرح او را می‌خوانیم. و منصب خرید و منصب فروشی خاتمه داده شود. از منصب رئیس جماعت، رئیسان ناحیه، ولایت تا مدیر مکتب همه فروخته و خریده می شود. با این حال مگر آبادی می شود؟ هیچگاه. و خدا خسته شدیم از پولچینک‌های شما. برای امضا پول ده، برای سند پول ده، برای گذشتن از راه پول ده. کاربر دیگری هم در وبسایت رادیو آزادی نوشته است تا زمانی که در تاجیکستان فساد و پاره‌خوری را از بین نبرند بعد از انتخابات هم چیزی تغییر نمی‌یابد و بهتر هم نمی‌شود. شرح این کاربر را می‌خوانیم که نخواسته است نامش را بگوید. تا کورپسیونرهایی را که به پرزیدنت کنونی معلوم هستند از ریشه نیست نکنند، بعد انتخابات احوال تاجیکستان بدتر می‌شود و بهتر نه. عدالت دادگاهی نیست، باوری مردم به کارگران میلیسا، امنیت بسیار کم شده است. راه حل مسئله را باید جست. در واقع خود مقامات رسمی تاجیکستان و تا رئیس جمهور امام علی رحمان اعتراف کردند که فساد و رشوه‌خوری در کشور بسیار پهن شده است و امنیت و ثبات آن را زیر خطر می‌گذارد. یک خواسته دیگری مردم از رئیس جمهور آینده تاجیکستان چیز دیگری است که این مادری تاجیک می‌خواهد. زاوداش و فابریکاش و اینجا فقط آدم‌ها همینجا کار کنند، دیگر دولت‌ها نروند. کاربر با نام عبدالله زیر این ویدیو و در وبسایت رادیو آزادی نوشته است که رئیس جمهور آینده تاجیکستان باید قول و عملش یک باشد و به هر وعده که داد وفا کند. عبدالله چنین شرح را در وبسایت رادیو آزادی گذاشته است. پرزیدنت آینده کشورمان باید در عمل خودش را اثبات کند، نه اینکه فقط سخن بگوید. از او انتظار داریم برای مردم کسب و کار ایجاد کند تا آنها به روسیه نروند. بس است دیگر ملت تاجیک را خوار و ذلیل کردن. و یک چیز دیگر اینکه پرزیدنت آینده قوم و محل بازی را از بین ما تاجیکان بردارد. لایحه‌کش آینده نامی کاربر دیگری است که خواسته او هم از رئیس جمهور آینده تاجیکستان فراهم کردن شرایط برای بیشتر شدن جایهای کاری است. شرح را می‌خوانیم که این کاربر زیر ویدیوی رادیو آزادی نوشته است. من شخصا از پرزیدنت آینده خواهش دارم در تاجیکستان به جای باغ و گلگشت‌های زیاد کارخانه و فابریک‌ها بسازد تا کم بیزاتی کم شود، مردم به مهاجرت کم روند و در کشورمان صاحب جای کار شوند. این شهرها زیادند و هم شرح درباره آنکه در تاجیکستان ثبات و آرامی باشد کافی است. اما در این میان یک نفر با نام شهروند دایر بر تامین حقوق و آزادی‌های انسان نوشته است و از رئیس جمهور آینده تاجیکستان چنین خواهش کرده است: ما می‌خواهیم پرزیدنت آینده آزادی مردم را تامین کند، مردم در همه تصمیم گیری‌هایشان آزاد باشند، پرزیدنت خدمتگار مردم باشد، نه اینکه مردم در خدمت پرزیدنت و اولادش. شما از رئیس جمهور آینده تاجیکستان چی می‌خواهید؟ نویسید یا در ویدیو بگویید و به ما بفرستید و در همین برنامه خودتان را ببینید. تلفنی که می‌بینید برای قبول ویدیو و نظرهای شماست و واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام هم دارد. وبسایت ما جای خبر و گزارش‌های نو است. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.